این هفته خبر تو خبر داره براتون از معرکه گیری خرچنگ ولایت تو جمعه بازار و اشک تمساح ریختن برای عظمایی که درد جانکاه داره. مسئله گرانی قیمت‌ها و افزایش سرسام آور و افسار گسیخته قیمت‌ها درد جانکاه مقام معظم رهبری است. دیدید در پیام سال نو با چه تلخی از این گرانی ها یاد کردند. حالا این شما و این هم یه نمونه از وراجی های عظما درباره درد جانکاه مردم. اون کسانی که بخوان در وضع کشور، در مورد وضع کشور قضاوت کنن، نگاهشون فقط به مسئله اقتصاد نباشه. اقتصاد یک شاخص امنیت هست، شاخص پیشرفت‌های علمی هست، شاخص استفاده از تحریم برای نوآوری هست، شاخص‌های مربوط به دیپلماسی هست. یکی از نوآوری‌های نظام در زمینه دور زدن تحریم همین داستان سفر بر و بچه‌های خالیباف به استانبول و سیسمونی گیت بود که آخوندها هرچی ماله میکشن نمیتونن ماسمالیش کنن. در همین روزهای اخیر در مورد چند تکه لباس که معلوم نیست چه مقدار حقیقت دارد یک جنجال رسانه‌ای برپا میکنند، اما در قبال قتل و غارت و جنایت اربابانشون، در قبال دزدی میلیاردها دلار از اموال مسلمین توسط اربابانشون سکوت میکنند. اینجاست که سنگ پای قزوینم از خجالت آب میشه و در برابر وقاحت آخوندا استعفا میده. یک کسی که آبروش با یک ملتی گره خورده، آبرو او رو ببرم، آبروی یک ملت رو بردم. اینم باز فرق میکنه که آقا یک کسی آبروی منو ببره یا آبروی یک شخصیتی رو ببره، نه حساب داره. آقا این فضای مجازی چه چیز عجیبی شده در سنگین کردن دوش ما از حق الناس. دزدی و مال مردم خوری ویژگی مشترک تمام باندهای این رژیمه. غالب و مغلوب هم نداره. دولتی که رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع آبخیزداری کل کشورش مفسد اقتصادی در آمده، رئیس جمعیت هلال احمرش مفسد اقتصادی در آمده، رئیس سازمان خصوصی سازیش مفسد اقتصادی در آمده، برادر رئیس جمهورش مفسد اقتصادی در آمده، برادر معاون اولش مفسد اقتصادی در آمده، دختر وزیر صنعتش مفسد اقتصادی در آمده، داماد وزیر کارش مفسد اقتصادی در آمده. ایران خودروش مملو از فساد اقتصادی شده، بخشی از مدیران در زندان، سایپاش همینطور بخشی از مدیران در زندان. یه همچین دولتی با چه روی اصلا میاد نمایندش الان با مردم صحبت میکنه؟ عظما هی پوز میده که نظامش یک دست شده، اما اینطور که پیداست یک دستیش تو این مایه هاست. تو این مدت عظما خیلی زور زد که دولت آخوند رئیسی رو موفق و رو به راه جلوه بده، اما حسابی بز آورد. یه نمونهش رو ببینید. شما از این جمع و مردم سراغون اینه یک بار دیگه به این دولت مردان اعتماد بکنید. اینجوری بود که بادکنک فیگورای رئیسی هنوز یه سال نشده ترکید. حالا تو این وضعیت آشولاش بشنوید از جانشین مشنگ پاسدار سلیمانی که جز قمپوز درمانی هیچ نسخه‌ای برای بسیجی‌ها و پاسدارای ریزشی نداره. اما این نظام اسلامی با قدرت و سلطه‌ای که دارد خوب دشمنش رو دنبال می‌کند و می‌فهمد با دشمنش چگونه برخورد بکند. یه چشمه از این قدرت و سلطه نظام رو از زبون پاسدار قاسمی بشنوید که کاملا بدون شرحه. اونها با صراحت اینها بالا و پایین، از رهبر نظام تا پایین و امام همه رو شخ میزنن، تا ما میخوایم بگیم میگن بیب بوق، مثلا بریم با هم دیگه یه برنامه دیگه ببینیم فلان، اینا این حرفا. حالا بماند
که ما جنس مردم هم حتی نمیشناسیم. این که دغدغه تو هست همیشه اینها که اون مدل به قولی حضرت آقا جان میگه که خاکستری‌ها رو جذب کنید، این ولی اینا که حالا حزب اللهیاری که الحمدلله همینجوری داریم از دست میدیم اینا الان تو زمینه امنیت و اینها که فخری زاده هامون اینجا زدند و اینها و آقای فلان که چیه شورای امنیت و اینا میگه میدونستیم، زمان میدونستیم، مکان میدونستیم، همه چی، یعنی اوج افتضاح. السلام علیک این تقعد، السلام علیک، السلام علیک. این اوج افتضاحی که پاسدار قاسمی گفت یه وجه دیگه هم داره که له زدن برای مذاکره با آمریکاست. این وجهش رو از زبون این حجت الاسلام آویزون بشنوید. ما معتقدیم تنها راه نجات و منافع ملی کشور ما ارتباط مستقیم با امریکاست. امریکا چیکار کرده با ما؟ بدتر از چین و روسیه کرده. دوستان عزیز، کشور در بحران بسیار سختی قرار گرفته است. ما به اصلاحات ساختاری در نظام ساختاری جمهوری اسلامی ایران باید انجام بدیم. خلاصه این که موش ولایت بد جوری گیر افتاده و راه پس و پیش هم نداره. آخوندهای هراسون از ترس کتک خوردن توی خیابون به فضای مجازی پناه بردن و میخوان لشکر امر به معروف سایبری را بندازن و چشماندازمون انشاءالله راه اندازی لشکر سایبری امر به معروف و نهی از منکر هست در خون به عنوان الگوی امر به معروف و نهی از منکر سراسر کشور. این هم یه نمونه از تولیدات لشکر مشنگای سایبری که برای عظما تولد گرفتن. عجب یاقوت تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو. این مشنگ عمامه دارم چون میدونه کسی روزه های آخوندا رو تحویل نمیگیره، رفته ملودی یه ترانه قدیمی به نام نیر رو دزدیده تا باهاش این روزه رو بخونه. تا خنده و شادمانی از پس چرا غصه، تا امید به زندگانی از پس چرا غصه، تا خدا رو داریم دیگه غم نیست چرا غصه، داشتن خداوند دیگه کم نیست چرا غصه، چرا غصه. خدا میدونه خنده خودش درمونه هرچی رنج و درده. اگه باور نداره این یکی هم کفگیر خالی بندیاش به ته دیگ خورده و زده تو کار چاخانگویی برای قاسم ترکیده. یکی از دوستان سردار که چون میگفت سردار رو خواب دیدم بعد از شهادت، گفتم که موشک به ماشینت زدن چه حسی داشتی؟ فرمود که چند دقیقه قبل از اینکه موشک به ماشینم اصابت کنه امیرالمومنین بغلم کرد. ببینید بغلم کرد، از تو ماشین آورد بیرون، تو بغل علی بودم، اصابت موشک رو دیدم، اصلا دردی تحمل نکردم، یه راستم آقا با خودش منو برد وادی السلام. آخوندهای عمامه دار کم بودن، حالا تبلیغ برای پرورش آخوندهای بی عمامه به برنامه‌های عظما اضافه شده. نگاهش به مسئله های دور و برش عمیق تره، هم باورهای دینیش هم تحلیلش از جامعه و سیاست و فرهنگ. فارغ التحصیلای حوزه علمیه عموماً خیلی بهتر میتونن با دیگران گفتگو کنن و ارتباط اجتماعی نسبتاً بالاتری دارن. زندگیشون نظم و هدف بهتری داره و رشد معنوی بهشون کمک میکنه سختی ها و مشکلات زندگی رو بهتر مدیریت کنن. این یه دعوت از همه دختران این سرزمینه که زیست حوزوی رو تجربه کنن. همه شما میتونید با مراجعه به سایت پذیر. این هم جواب دندان شکن یکی از دختران ایران زمین به سیاست‌های عمامه پیچ آخوندا. چرا کلاس‌های درس ما با نیروهای خدماتی، طلبه‌ها و
اما آخوندا هر چه قدم دست و پا بزنن به جایی نمیرسن و ته خط مردم تو کوچه و خیابون اینطوری به حسابشون میرسن. خونه‌شون رو بندازیم پایین شما. دینه تو یادتون نداره چه که دیگه میکنه تو همه شما دیگه بی حیا رو خوردی آبرو رو دست پشت تو کاری کردم بی حیا نیشورا رو پرویی کنه چشاتون رو کنترل نمیخوام ببند نگاه بیا پایین برو چشاتون رو کنترل کنی شما احمد کنترل کنیم چی کرده پس شما داری نگاه کنی ساعتی که راحت اینجوره دستون دیگه گرم زدیم به مملکت بالا بیرون راحت نیستیم. اینجاست که جوجه طلبا هم به دست و پا میافتن و ترسشون رو اینطوری آنتنی میکنن. سلام علیکم، ارادتمندم. مثل اینکه دعوا و خشونت علیه روحانیون تمومی نداره. امروز توی محل درسمون به سمت قم یک عده مزاحممون شدن و ما رو از جاده منحرف کردن. اینم بعضی ماشین ما حرفی ندارم بگم، نمیدونم چی بگم. انحراف که سهله، به زودی موتور نظامتون به چنین سرنوشتی دچار میشه. در انتها توجه شما رو به هنرنمایی یه هموطن شهرضایی جلب می‌کنیم که از علاقه‌مندان استاد شجریان بوده و در زمان چوپانی آوازها و تصنیف‌های ایرانی رو با این صدای قشنگ میخونه. من که در پای تو ایزم که پسند تو بود سر چیز است که شایسته پای تو بود ذره‌ای در همه اجزای من مسکین